تیگه به رهنا شو نشینی نقل گل عشق منی همش میاد سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. داشون عجله داره بفهم. من مرتضی هستم و امروز میخوایم 2 تا ولاگ بگیریم. الان هم داریم میریم، الان لنگرود هستیم، شهرستان لنگرود، بخش کومله. میخوایم رانندگی از لنگرود به کومله و اتاقور و گردش توی بلوردکان زیبا رو بگیریم. قبلا ولاگ همین رانندگی رو گذاشتم، هم اون گردش و لاتلیل و بلوردکان. ولاگ جدیدتر بگیریم، توضیحات باشه، خسته کننده نباشه، چیزی بروز و شیکتر. با غر زدنای من با توضیحات من کنین. الان ما از شهر لنگرود اومدیم. البته واسش بگم نگم، من از کمربندی اومدم، الان بهتون نشون میدم. یه راه گذری باز کردن از وسط کمربندی لنگرود به شلمان که دیگه نمیخواد بیاید تو لنگرود. من اومدم اینجا تا نزدیک اون مرکز شهر کومله رفتم، دیدم دوربین صدا داد. این میبینین نشه لایجان رشت. این میخوام برین از این ور، از اون ور میاین، از این ور هم میندازید کمربندی داخل شهر لنگرود نمیرین. راه خیلی نزدیک شده، این راه عین افتتاح شد. من تا اول از این ور اومدم. امروز جمعه است، 27 تیر ماه، ساعتم 10:43. اینجا یک بستنی خوشمزه داره، الان دیدم یهو یادم اومد اسمش نمیدونم چیه، ولی من تعریفش رو شنیدم، خودم نخوردم. اون موقع برگشت اگه از این ور اومدم براتون فیلم میگیرم. معمولا از چیز میرم، از اتاقور به اسمش یادم رفت، لایجان یه چیزش هم گذاشتم، جاده روستایی سطلسر و چیز ذهنم نمیاد اسمش، سرچشمه. جاده روستاییشو ببینید حتما، خیلی قشنگه، خیلی هم ویو خورد، دوستان خیلی علاقه داشتن خواستیم ببینید. اون جایی که در میای من بهتون میگم، اگه یادم بود لینکشو براتون این پایینم میذارم تو توضیحات. من تا بال از اون کمربندی اومدم تا اینجا، هی توضیح بده داشتم چی میکردم و یا آقایم داشت به ما میزد. تا اینجا اومدیم، باز جلوتر فهمیدم که دوربین داره خاموش میشه. دوربین وقتی 5 دقیقه باش کار نکنی خودش خاموش میشه. فهمیدم که اصلا دکمه ضبط رو نزدم، هیچ مجبور شدم دور بزنم دوباره از اول بگیرم. این خیابون قبلیه یا اینجا یا بعدی؟ اینجا استخر کومله است. ولاگشو براتون قبلا گذاشتم. یه استخر خاکی خیلی قشنگه، مثل سوخته کوه، ولی خب هیچی نداره، امکانات اونجوری نیست. صندلی داره و فضای سبز. یعنی مثلا 2 سال پیشی که من رفتم، فکر کنم این خیابونا گوگل مپ بزنید. من هر موقع دارم میرم با گوگل مپ میرم، خودم روی حفظی بلد نیستم. بزنید استخر کومله. دوستان ماهیگیری میکنن اونجا، ماهی داره، خیلی قشنگه. نیلوفر آبی میکنم الان یه وسطای تابستون باید در بیاد دیگه. یه چیز قشنگی داره، حتما برین یا ولاگش حتما نگاه کنید. اگه یادم باشه لینکشو براتون میذارم. کومله دوشنبه بازار داره که براتون ولاگشو گرفتم. اتاقور پنجشنبه بازاره، و پنجشنبه بازارش هم براتون گرفتم. هر دو به نظرم جالب بودن. به هر حال بازارهای محلی ایران همشون جالبن. اینجا تا لنگرود فکر کنم ولوش 8 کیلومتر یا 6 کیلومتره.
پرتقال پرشکوی کوملم که معروف، اما جاده لیلاکوب فکر کنم بلاگ اونم گذاشتم، لیلاکوب کومله رو جاده شو مثلا فصلهای پاییز و چی بری اونجا مردم بساط کردن، اونجا دارن پرتقال میفروشن. بعد بازارچه بانوان ملارد هم همونجاست. ملارد نه میشه دیگه، امروز نمیدونم چرا اسمم یادم نمیاد. ملات، ببخشید ملارد کرج، ملات این بازارچه بانوانیه، معمولا بعد از ظهر شروع میشه، خصوصا روزهای تعطیل. اینجا واویشکا و آش و املت و کاکا و صنایع دستی هم میفروشن، ترشی اینا هم داره. بلاگشو ببینین، هم تو شب گرفتم هم تو روز، واقعا باحال فضاش. اگه جمعه غروب این برا بودین یا عصرها معمولا هستن، تا فکر کنم 11 شب هم هستن، خواستین یه جای دیدنی برین اونجا رو پیشنهاد میکنم. این ور میره پرشکو نوشته، پرشکو که گفتم از این ور میره. شما اگه از طرف لیلاکو خواستین بیاین این ور مسیر داره، میخوره به میدان بهار نارنج. بام کومله رو نمیدونم، فکر کنم اون سمتی میره یا این سمتی. نزنیم آجی. خیلی بیرون گرمه، اونجا که 35 درجه نشون میده، اون داخل کولر روشن کردیم خنک برد. بیرون خیلی گرمه. ما صبح رفتیم سر مزرعه یه سری زدیم، سر باغ خیلی عرق شدیم. ما تو ماشین هم بودیم، کار خاصی هم نکردیم ولی گرم. اینجا دیگه جاده اتاق کومله به اتاق بره. میگم پارسال اومدم بلاگشو گرفتم اونتا چون آهنگ گذاشته بودم هم زیاد بخواد بازدید نخورد. اینجا مریدانه، اینجا با یه دونه چیز داشته باشه، پادگان نظامی هم چیزی اون سپاه باشه. موریگان تو ذهن من میاد. من 4 سال دانشجوی لنگرود بودم، تو ذهنم اومد همین. سلام ممنون. ما 70 تا داریم میریم. من بهتون تابلو هم نشون میدم، اینجا 80 تاست. یکی از دوستان کامنت گذاشته بود خودتون سری میرین، بین شهری 60 تاست، داخل شهر 60 تاست. جای فرعی 40 تاست، بین شهریای گیلان 80 تاست. شهرهای اصلی بین شهریای فرعی منظورم، بین شهریای اصلی اونها 95 تاست، مثل آستان لایجان و اونها 95 تاست. من بهتون تابلو سرعت تایید باشه روش نوشته 80 تا.
پادگان نزدیک میشه. بودم چیز تو ذهنم هست. این 56 میم مال لنگروده، الان 76 تا هم جدیدن من دیدم پلاک میکنن. سرچ کردم دیدم مال لنگروده. اینم هندونه‌های چاف کیلو 7 تومن 10 تومن چاف لنگرود. بلاگ چاف ما رو حتما ببینید، قشنگ بود. آخرش به میلیون بار چاف که هندونه میفروشن سر زدیم اونجا. این صدایی که میاد جلو بندی ماشین ما نیست، با این فلزی تو داشبورد فکر کنم. جلو بندی ما در داشبورد نیست، صدایی قطع فلزیه و هم میخوره. وانته رو دیدم یاد ییلاق خودمون افتاده. این مشکبر ما بچه بودیم جو محل ماشین کنن، شاید روزی یه ماشین می اومد. بعد مثلا این وانت که نبود، اکثرا اون جیب روسی بکنم بهتون تو راه بهتون نشون بدم. جیب روسی ها مثلا خیار گوجه میزدن میوردن تو محل، هر 2-3 روز مثلا یه نفری می آورد تو مردم میاد خیار گوجهش. البته بیشتر محلی ها میکاشتن، ولی خب مثلا سیب زمینی و خیار و گوجه و بادمجون مثلا یه خونه هم با هم همه رو نداشت. میوه می آورد، هندونه، مثلا هندونه خیلی بود چون لیلا هندونه که در نمیاد. هندونه خربزه اینا میخریدن، یاد اون افتادم. الان که هم ماشین دارن تو محل مثلا به فلانی زنگ میزنن داریم میای برامون میوه میدن، مثلا خودش لازم میاد حالش گرمابه داشت همه چی داره اونجا میده. داریم 40 تا میریم. اینم اتاقور لنگرود، شهر چای، ابریشم و برنج. اتاقور چیز زیاد داره، این کارخونه چایی خیلی داره. مردمش هم خیلی بالی و هم اتاقی داشتیم. بچه روستای اتاقور بود، راش خیلی دور بود، واسه همین صحبت کرده بود که بهشیم تو لنگرود خوابگاه داده بودن، ما هم خوابگاه داشتیم. بعد بنده خدا بچه روستا و ساعت 9 غروب میخوابید. 9 اصلا 9 شد 9 1 دقیقه. روستا هم برق نداشت اون موقع، عادت کرده بودن 9 میخوابیدن، اصلا 9 بیوش میشد. این اتاقور چون به عملش نزدیکه، زبانشون به مثلا رودسری ها اینا خیلی نزدیکتره. لنگرودی ها چیز صداهاشون با هم فرق میکنه. تو لنگرود و لایجان با هم فرق میکنه، یکم با آستانه فرق میکنه، با رشت فرق میکنه. مثلا رشت و با شما سران با هم یکم فرق میکنه. اینا مثلا شهر به شهر، دو تا شهر اینا با هم زباناش فرق میکنن. تالش که کلا یه زبان جداست، تالش ماسالی، تالش هشبری. اون جاده‌ای که براتون گفتم
از چیز میاد، سرچشمه و سطل سر دقیقا این ور پل در میاد، این دست راست ما. آن بالا نوشته میبینین پارک شهرداری و نوشته جنگل خرما. بنای کجا در اومد؟ همینجا. اینم که اتاق بره، ما میریم سمت مرکز شهر. برام اون دفعه چرا طولانی تر بود، شاید اشتباه. این پنجشنبه بازار دقیقا همینجاست. این پراید کجا اومد بیرون، دقیقا پنجشنبه بازار همینجاست. دوست داشتین ولاگش حتما نگاه کنید، باحاله. یه پنجشنبه بازار جمع جور جالبی داشت، صمیمی ان، همه همدیگه رو میشناسن، باحال. بریم که الان میریم سمت املش. الان میخوام بریم بلوردکان چیزو بگیریم بین املش و لنگرود، ولی جز همین اتاق بره. چیزی که من تو ذهنم هست شهر اتاق بره، اینجا پایانه. این ولاگ اینجا رو من تا اینجا دیگه تمومش میکنیم دیگه. بعد از این حالا یکم جلوتر رو برات ادامه دادم. دوست داشتین اون ولاگ رو تماشا کنین، مطمئنا خوشتون میاد. لایک و کامنت و حمایت فراموش نشه. همتون رو دوست داریم. ببخشید ما غور میزنیم دیگه، چیکار غور نزنیم. این 80 تا رو دیدین، نوشته 80 تا. این دوستان نشانه است برای دوستانی که میاندیشن. روزتون بخیر باشه. حالا یکم این وسطا رو براتون جا میدیم تو ولاگ، مزارع چای بیجار لذت ببرید. روزتون بخیر باشه.